یه سری فیلم جدید دیدم، میخوام بهت بگم کدومو ببینی کدومو نه. فیلم جدید استیون اسپیلبرگ دیسکلوزر دی سراغ ایده جالبی رفته در مورد اینه که ما انسان‌ها اشرف مخلوقات نیستیم، ولی خب جذاب روایت نمیکنه این سری. به نظرم ارزش وقت گذاشتن نداره، اونم 2 ساعت و نیم. اگزیت 8 قصه یه مردیه که تو راهروهای یه ایستگاه مترو گیر میفته و نمیتونه ازش خارج بشه. فیلم از روی یه بازی ساخته شده، به نظرم هم ایدهش برای یه بازی بودن جذابه. در قالب یه فیلم دیگه مخاطب از یه جا به بعد حوصله‌اش سر میره، پس اینم اگه نبینی چیز خاصی رو دست نمیدی. تیونر این فیلم یه فیلم دراماتیک خیلی خفنیه، اما همه جا میان با اون جنبه سرقتیش معرفی میکنن که به نظرم تو اون بخش اتفاقا خیلی ضعیفه. به چشم یه فیلم درام برید سراغش. I swear به جرئت میتونم بگم بهترین فیلمی که تا این لحظه تو سال 2026 دیدم همین فیلم. وارد جزئیاتش نمیشم، بهم اعتماد کن و بشین ببینش، قول میدم پشیمون نمیشی. اصلا من کسی هست که از این فیلم بعدش بیاد.